12 تن از دوستان ما در زندان اوین در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی و هدی صابر اعتصاب غذایی رو دارن انجام میدن و اعلام کردن که این اعتصاب غذا نامحدود خواهد بود. به این دوستان عزیز که جانشون رو کف دستشون گرفتن و عزیزترین چیزی رو که انسان در عالم زمین داره، در عالم وجود داره و اون جسمش هست، این رو گذاشتن در فدیه معامله با آزادی و دارن میگن که ما برای رسیدن به آزادی حاضریم از جان خودمون هم بگذریم. به این دوستان باید بگیم که جان شما برای مردم ما و برای تاریخ ایران بسیار ارزشمنده، اما خودمون میدونیم که شرایطی هست که انسان بر سر شرافتش مجبور میشه که از خودش عبور بکنه، از خودش بگذره. شرافت انسان چیزی نیست که به راحتی بشه بر سرش معامله کرد، به خاطر اینکه بعدش دیگه آدم دلیلی برای ادامه پیدا کردن برای خودش باقی نمیمونه. 12 تن از دوستان ما در زندان اوین اعتصاب کردند، اعتصاب غذا کردند. از گروه های مختلفی هستند، از بچه های دانشجو تا بچه های روزنامه نگار، از بچه های ملی مذهبی تا بچه های نهضت آزادی، از بچه هایی که با آقای موسوی کار میکردن تا بچه هایی که با آقای کروبی کار میکردن و همه اینها عزیزانی هستند که خانوادهشون و همه مردم ایران چشم نگرانشون به اونها دوخته شده. از اونها میخوایم که به فکر سلامتی خودشون باشند و از همه مردم ایران میخوایم که از اونها حمایت